بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و دوستانی ارجمند، خیلی که به شما بیان کردیم، در هر یک آموزش و در هر یک تعلیم گرفتن چیز ضرور است که انسان از کدام کتاب تعلیم گرفتنش را باید داند و نام این کتاب را داند. تمام علما میگویند در تعلیم علم گرفتن 10 چیز ضرور است. اولین چیزی ضروری این کتابی که شما از اون کتاب تعلیم میگیرید، شناخت این کتاب. پس ما هم شروع میکنیم به شناسایی کتابی که از اون ان شاء الله ما فایده میگیریم، درس میگیریم. این کتاب نام کاملش زاد المعاد فی هدی خیر العباد. زاد به معنای آذوق و توشه، معاد بازگشت، در هدی نشانداد و هدی خیر العباد بهترین بنده ها. یعنی این کتاب به شما بیان میکند سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، خلق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، چگونه لباس پوشیدنشان، چگونه نشستنشان، چگونه نوشیدنشان، چگونه خوردنشان، چگونه خواب کردنشان، چگونه دعوت کردنشان، چگونه سخن کردنشان، خندهشان، غمگینیشان، گریهشان، عبادتشان، تمام عملی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردند در این کتاب با حدیث های صحیح ثابت و با کلام علمای اهل سنت و الجماعت ذکر کرده است و این کتاب به من و شما بیان خواهد کرد ان شاء الله. و این کتاب از 6 مجلد عبارت است، یعنی 6 جلد است که هر یک جلدش تقریبا 500 صفحه کمتر یا زیادتر می باشد، که از روز تولد اکرم صلی الله علیه و سلم شروع می شود تا آخرین روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام واقعه ها را یگان مسئله را نمانده به من و شما ذکر می کند و مسائل فقهی را بیان می کند، تفسیر آیات را ذکر می کند و این کتاب کامل و شامل است. بعضی از علما می گویند این کتاب است که تمام سنت رسول الله را در بر می گیرد و طالب علم شرعی که از این کتاب بخبر است اون طالب علم نیست. و حتی بعضی از علما می گویند کسی که می خواهد که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بفهمد، بداند و عمل بکند، پس این کتاب را تعلیم بگیرد، زاد المعاد را بخواند. و عجیبش اینجاست که مؤلف رحمت الله علیه که ابن القیم الجوزی می باشند این کتاب را در حالت سفر نوشته اند، در حالتی که در نزدشان هیچ کتابی نبود. تنها این کتاب را با یادشان، با حفظشان و آن چیزهایی که در ذهنشان بود از همون چیز نوشتند. از کتاب دیگر نوشتن و برداشتن تمام چیزی که در این کتاب است در حالت سفر و از یادشان نوشته شده است. و این مؤلف رحمت الله علیه غیر از این کتاب‌های زیاد هم دارند که ان شاء الله ما به شما در تعریف، در شناخت صاحب این کتاب بیان خواهیم کرد. و داننده این کتاب، تعلیم گیرنده این کتاب ان شاء الله به یک اجر عظیم، فضل بزرگ قدم خواهد زد و از الله تمنا داریم که ما را از جمله تعلیم گیرندگان و عمل کنندگان و تذکیر دهندگان و دعوت کنندگان بگرداند. امین یا رب. اینجا مجلس نشست دوم خود را شروع میکنیم که این دومین شرط تعلیم علم است. خیلی که به شما بیان کردیم هر کسی که میخواهد که علمی را بیاموزد باید اول کتاب را بفهمد، که کتاب را ما مختصرا فهمیدیم و شناختیم و بعد از این مؤلف این کتاب را
باید حتما بداند که مؤلف و نویسنده و مصنف این کتاب کی هست، که این یکی از ضروریات تعلیم علم است. پس مؤلف کتاب ما، ترجمه مؤلف ما، این یک امام بزرگ، محقق، حافظ، اصولی، فقیه، نحوی، صاحب ذهن ذکی و صاحب قلم، صاحب کتابها و تألیفهای خیلی هم زیاد، لقبشان شمس الدین، کنیهشان ابو عبدالله، نامشان محمد ابن ابی بکر ابن ایوب، دمشقی، مشهور به ابن القیم الجوزی می باشند. چرا مشهور به ابن القیم الجوزی شدند؟ ابن القیم الجوزی نسبت به یک مدرسه است که در اون مدرسه محی الدین ابو المحاسن یوسف ابن عبدالرحمن نشأت داده است و زندگی کرده است و پدری ابن القیم الجوزی به این عالم بزرگ محی الدین خیلی هم ملازم بود، در نزدشان خیلی هم زیاد می ایستادند، علم می گرفتند، قیم بودند. برای همین شیخ نسبت به همون شیخ که پدرشان قیم بود ابن القیم الجوزی گفته شدند و با این نام معروف هستند و مشهور شدند، ابن القیم الجوزیه. این عالم بزرگ در 7 صفر، یعنی ماه دوم هجری اسلامی، هجری قمری، در 7 صفر سال 691 در قریه که نامش زرع بود به دنیا می آیند که این قریه در شهر دمشق در جنوب شرقی این شهر وجود دارد که حالا ما میگیم سوریه. در همین سوریه که شهر دمشق است، تقریبا 55 کیلومتر بیرونتر از اینجا جنوب شرقش در این مکان در یک قریه تولد می شوند. در عائله علما، در عائله پاک و اهل علم به دنیا می آیند و از پدرشان علمی میراث می آموزند و از همین خردیشان تا بزرگ شدنشان علم می آموزند و اولین پیداوار علم خود را در خانه پدر خود در این قریه به آموختن شروع می کنند و خیلی هم انسان عابد بودند، انسانی ذکی بودند، انسانی قاری، یعنی قرآن را زیاد تلاوت می کردند. مشایخ های زیادی را، استادان خیلی هم زیادی را دیدند و از همه استادی که این شیخ این استاد را خیلی هم ملازمت کردند و در نزدش خیلی هم بسیار استادند و تعلیم گرفتند، استادشان شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه یکی از بزرگترین عالم اهل سنت و الجماعت می باشند که سال 728 وفات می کنند. ابن القیم الجوزی تا وقتی وفات کردن شیخ الاسلام در نزد شیخ الاسلام می ایستند، تعلیم علم می گیرند. وقتی که به مصر شیخ الاسلام را به قلعه، یعنی به حبس می درارند و حبس می کنند، در آخرین حالت عمرشان شیخ الاسلام ابن القیم به نزد استادشان به خاطر تعلیم علم به حبس داخل می شوند و در حبس استادشان وفات می کنند. ببینید که چقدر تعلیم علم گرفتند. یعنی در این تقریبا 40 ساله می شوند که تا از خردی تا این سال تعلیم علم گرفتند.
و ابن القیم الجوزی خیلی هم استفاده های زیاد از این شیخ کرده اند که در کتاب ها و مؤلفاتشان معروف است. پس شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی را خیلی هم علمای زیاد تعریف کرده اند. خیلی هم علمای زیاد صفتهای خوب این شیخ را بیان کرده اند. حافظ ابن رجب یکی از علمای اهل سنت میگوید کان عارفا بالتفسیر لا یجاری فیه، یعنی یکی از عالمان و عارفان بزرگ تفسیر بود و به اصول دین اینچنین. و اینچنین حافظ الذهبی یکی از محدثین و علمای بزرگ علم رجال اهل سنت بیان میکند بزرگترین عالم حدیث بود و اینچنین عالم اصول و فقه بود. و اینچنین حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه که صاحب تفسیر قرآن العظیم بدایت نهایه، صاحب این کتاب ها ابن کثیر، اینچنین این انسان هم ابن کثیر هم شاگردی ابن تیمیه رحمت الله بیان میکن که با چقدر علم های بزرگ اسلامی عالم بود. و اینچنین این شیخ ابن القیم الجوزی شاگردان زیاد داشتند و اینچنین تصانیف های یعنی کتاب ها و مؤلفات خیلی هم زیاد داشتند. یکی از اون مؤلفاتشان که مؤلف بزرگ است زاد المعاد، دومینش در فقه به مانند اعلام الموقعین عن رب العالمین، خیلی هم کتاب مهم و ضرور برای طالب علمان شرعی در مسائل اصول و فقه. طرق الحکمیه فی سیاست شرعیه در کتاب سیاست شرعی. احکام اهل الذمه در مسائل سیاست شرعی. اغاثة اللهفان فی مکائد الشیطان. تحفة المودود فی احکام المولود. احکام اهل الذمه چخیلی که بیان کردیم. این چنین کتاب های خیلی هم زیاد، یا در مسائل جنت حاد الارواح الى بلاد الافراح، یا کتاب روح خیلی هم کتاب، یا کتاب مدارج السالکین، عدة الصابرین و ذخیرة الشاکرین. این چنین زیاده از 60 تا 70 کتاب نوشتند که همه کتابشان کتاب های معروف، همه کتابشان بهترین کتاب و فایده گیرنده است. پس این مؤلف سال 691 به دنیا می آیند و سال 751 هجری قمری در شهر رجب از این دنیا فانی به دنیای باقی رحلت می کنند، وفات می کنند. رحمه الله رحمتا واسعه. اللهم ارحمه یا ربنا، اللهم اغفره وارحمه وجن الجنة ومسواه برحمتك يا أرحم الراحمين.